خبری تلخ و ناراحت کننده در رابطه با آقای امیرحسین صدیق، بازیگر خوب و دوست داشتنی کشورمون. متاسفانه روز گذشته با خبر شدیم که آقای امیرحسین صدیق، بازیگر 53 ساله تلویزیون و سینما، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده. البته پزشک‌ها گفتند که خوشبختانه خطر رفع شده و حال ایشون رو به بهبودیه. برای این بازیگر خوب و معروف سینما و تلویزیون آرزوی سلامتی میکنیم. آقای صدیق 8 آبان 51 در نیشابور متولد شد و فعالیت خودش رو از اوایل دهه 70 آغاز کرد. ایشون با بازی در قصه های تابتا یا همون زیزیگلو به شهرت و محبوبیت زیادی رسید. متاسفانه ایشون پدرش رو در سن 7 سالگی در سانحه تصادف رانندگی از دست داده. امیرحسین صدیق دیپلم بازیگری رو از مدرسه فیلم و هنر و ادبیات صدا و سیما دریافت کرد و فعالیتش رو از اوایل دهه 70 و در حوزه تئاتر آغاز کرد. بعد از اون با فیلم قافله در سال 71 برای اولین بار جلوی دوربین رفت و در اولین تجربه تلویزیونیش با سریال قصه های تابتا معروف به زیزیگلو در نقش آقای پدر ظاهر شد که به شدت مورد توجه مردم قرار گرفت. این تجربه باعث شد که بازیگری رو همچنان با قدرت ادامه بده. خودش در مصاحبه‌ای گفته که سریال زیزیگلو در سال 73 فیلمبرداری شد. در واقع میشه گفت که من حتی جزو انتخاب‌های بانو مرضیه برومند برای کاراکتر آقای پدر نبودم. بانو مرضیه برومند، کارگردان این سریال، بعد از این همه سال هنوز هم بارها به من گفته که من رو از روی ناچار بودن برای نقش آقای پدر انتخاب کرده، چون ایشون توی ذهنش برای این نقش فردی میان سالتر رو در نظر گرفته بود که به بازیگری هم وارد باشه و راحت بتونه با یه عروسک بازی کنه. من زمانی که فقط 21-22 سالم بود توی این سریال که اولین کار بلند و حرفه‌ای من بود بازی کردم. همکاری با خانم برومند، خانم رشیدی و خانم سعادت و همینطور آقای فیاضی برای من واقعا مثل یک کلاس درس بود و تونستم تجربیات زیادی کسب کنم. یادم هست که توی یکی از سکانس‌های این سریال باید با اخم شدیدی وارد خونه می شدم، اما چند بار فیلم برداری کردیم و من نتونستم. بعد هم که خودم فیلم رو دیدم متوجه شدم که اصلا هیچ اخمی توی صورت من دیده نمیشه. الان میفهمم که آدم وقتی جوونه چقدر چهرهش شادابه و حتی نمیتونی یه اخم شدید رو تمرین کنه. برای به وجود آوردن نقش‌های مختلف واقعا باید تکنیک‌های مختلف بازیگری رو تمرین کرد. اما حالا در 53 سالگی خیلی‌ها به من میگن که چرا انقدر اخم میکنید، در صورتی که من اصلا حواسم نیست و اخم روی صورتم مونده. آقای صدیق در پاسخ به این سوال که چرا در دهه 70 فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته میشد انقدر ماندگار و ابدی شده بودند، گفته به خاطر اینکه اون روزها همه با جون و دل کار میکردن و پول در هیچ کاری تعیین کننده نبود. بدون شک نمیشه حضور خانم برومند رو هم در موفقیت این سریال انکار کرد. یکی از عواملی که باعث موندگاری تمامی آثار بانو برومند شده اینه که ایشون در آثارشون با موضوعات انسانی و اخلاقی میپردازن، از شهر موشها و مدرسه موشها گرفته تا زیزیگلو. پس بدون شک مرز و زمان براش بی‌معنی هستند و حتی من شنیدم که خصوصا در کشورهای فارسی زبان دیگه‌ای مثل افغانستان هم این برنامه‌ها مخاطب‌های زیادی رو جذب کرده. آقای صدیق در ادامه گفته که حالا من چند سالیه که در روستا زندگی میکنم. وقتی که 30 سالم بود تصمیم گرفتم که 40 سالگیم رو دیگه در تهران زندگی نکنم. خدا رو شکر موفق شدم که قبل از 40 سالگی به این رویا جامعه عمل بپوشونم و در روستای کمرد واقع در بخش جاجرود از توابع شهرستان پردیس استان تهران باغی رو خریدم و حدوداً 7 سال طول کشید تا خونه ای رو در اون ساختم و البته که از اولین اتاقی که در اون ساخته شد من به اونجا نقل مکان کردم. امیرحسین صدیق در سن 46 سالگی با خانم باران خوشندام که اون زمان 30 ساله بود ازدواج کرد. عکس‌های ازدواج اونها به همراه خانم مرضیه برومند در فضای مجازی منتشر شده. باران خوشندام همسر این هنرمند خودش هم نقاش و هنرمند و شاعره.
ازدواج این دو هنرمند در سال 97 صورت گرفت، اما متاسفانه خانم خوش‌اندام در شهریور 1402 با انتشار ویدیویی در اینستاگرام شخصیش از پایان زندگی مشترکش با این بازیگر خبر داد. باران خوش‌اندام در این ویدیو توضیح داد که حالا بیش از 1 ساله که از امیرحسین صدیق جدا شده و همچنین در ادامه هم خبر ازدواج مجدد و حتی مهاجرتش رو منتشر کرد و بعد هم در قالب استوری از تغییر اسم خودش از باران به نها خبر داد. در ادامه از آقای صدیق پرسیده شد که چرا از شهر خارج شدید؟ خیلی ها میگن برای آلودگی، برای گرونی کرایه خونه ها یا اینکه از مردم شهر فراری هستی. اما ایشون گفتن درسته که خارج از شهر زندگی میکنم و خیلی سعی میکنم در مکانهای شلوغ حضور نداشته باشم، اما اصلا از مردم فراری نیستم. در واقع وقتی مشکلات مردم رو میبینم و نمیتونم براشون کاری انجام بدم، انگار یک جور خودآزاریه. در این دهه اخیر متاسفانه مادیات بسیاری از ارزش‌های انسانی رو از بین برده و من همه تلاشم رو کردم که مخصوصا تحت تاثیر فضای مجازی قرار نگیرم و تا جایی که تونستم زندگیم رو کوچیک کردم. شما وقتی که در بین مشکلات باشید شاید نگاه درستی به مشکلات نداشته باشید. به همین خاطر من تلاش کردم که از دور به مشکلات نگاه کنم تا اگه کسی روزی از من خواسته یا سوالی داشت بتونم به بهترین شکل نظر شخصی خودم رو بگم. من به عنوان یک بازیگر عاشق مردم هستم و هرگز از مردم فراری نبوده و نیستم. مدتی در فضای مجازی شایع شده بود که بازیگرانی مثل امیرحسین صدیق زاده افغانستان هستند. آیا از شنیدن چنین خبری ناراحت شدید؟ که ایشون در جواب گفتن اصلاً و ابداً افغانستان و ایران شاید از لحاظ سیاسی دو کشور جدا باشند، اما به دلیل داشتن فرهنگ و زبان مشترک بسیار به هم نزدیک هستند. پدر و مادر من هر دو خراسانی هستند و به همین دلیل یه زمانی با دوستان افغانی رفت و آمد زیادی داشتم و به راحتی گویششون رو متوجه می شدم و هیچ وقت احساس نمی کردم که اونها از کشور دیگه‌ای هستند. من افغانستان رو بسیار دوست دارم و واقعا دلم میخواد روزی فرصتش فراهم بشه تا بتونم در این کشور گشت و گذار کنم. دوست دارم مردم عزیز افغانستان رو از نزدیک ببینم و همراهشون گپ بزنم. در پایان این هنرمند دوست داشتنی گفته من اصلا از این که به من میگن شبیه افغانی ها هستی ناراحت نمیشم. اگه خشونت های جنگی در افغانستان از بین بره، افغانستان از نظر تولید فیلم و سریال و تولید محتوای فرهنگی مطمئنا میتونه روی پای خودش بایسته و با بازیگران و هنرمندان ایرانی همکاری های بسیار بزرگی داشته باشه.